سلام، عصر و شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به لذت فوتبال. امشب و این هفته پرپیمونی خواهد بود. با شما خواهیم بود در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. از الان هستیم با شما. با بوندسلیگا شروع می‌کنیم و لیگ‌های مختلف دیگه. لیگ‌های مختلف این هفته داریم. لیگ قهرمانان هم که سه شنبه و چهارشنبه میاد. عجب هفته‌ای خواهد شد. در کنار آقا جواد خیابانی. سلام می‌کنم. رسول عزیزم، همکاران خوبم و بینندگان محترم شبکه ورزش سیما، جوونا، نوجوانا، یه ذره پا به سن گذاشته ها، پیرمردا، پیرزنها، خانم‌های محترم که همه الان نشستن و به حال میخوان برنامه لذت فوتبال رو ببینن. مطمئناً بازی‌های خوبی داریم امشب، فردا شب، سه شب، چهارشنبه بله. شب، هفته دیگه، 2 هفته دیگه، عالیه دیگه تا آخر سال. فوتبال خوبه کلی دیگه. فوتبال داریم. آره. کلی فوتبال داریم. عزیزم. یه چیزی بهتون بگم که از بوندسلیگا شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ لیگ برتر انگلیس. اگه بخوایم مروری بکنیم، امروز توی لیگ برتر انگلیس خب دقایق پیش بازی ناتینگهام و منچستر رو دیدید، 2-2 شد. شاندایچ خیلی امتیاز خوبی رو تونست بگیره که به نظرم قابل توجهه. تونستن منچستری که این هفته خوب بوده رو متوقف کنن برای ناتینگهامی که این هفته امتیاز اصلا نمیگرفت. یه جورایی شروع خوبی برای شاندایچ. در موردش صحبت می‌کنیم. بازی‌ها رو هم دیدیم، حالا آماریناش هم میاد. ولی تو دیگر بازی‌ها نتایج جالبه. از جمله اینکه آرسنال یه جورایی همچنان شکست ناپذیره. یه جورایی چون اون باخت لیورپول داره اذیتشون میکنه. اون نبود مساوی میشد، اون سوبوسلای ضربش نمیرفت تو گل. شاید میتونستن واقعا شکست ناپذیر بمونن و ادامه بدن. 2-0 آرسنال امروز تو برنلی، تو خونه برنلی موفق شده ببره تو ترف مور. برایتون 3-0 لیدز رو برده، کریستال پالاس 2-0 برنتفورد رو برده، وولورهمپتون 3-0 به فولام باخته. منچستر و ناتینگهام هم که 2-2 شدن. چلسی تاتنهام بازی جالبیه که همزمان با بازی ماست، در موردش صحبت می‌کنیم. آخر شب هم یه بازی خیلی خوب بین لیورپول و استون ویلا، لیورپولی که این هفته اصلا در انگلیس خوب نیست، برگزار خواهد شد که اونم مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. ولی تیمی که شکست ناپذیر به معنای واقعی بایر مونیخه که تا دقایق دیگه در مورد بوندسلیگا بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی دوستان فضای انگلیس بمونیم. آرسنال سه تا گل خورده کلا. اصلا گل نمیخوره الان در طی هفته‌های اخیر گل نمیخوره. امروز اتفاقا نگاه می‌کردم بعضی از برنامه‌ها و مصاحبه‌ها رو، آرتتا هم خیلی خوب حرف میزنه. بهش گفتن که چیه داستانتون چیه؟ میگه ما این داستان فکر نمی‌کنیم. ما فقط میریم و بازی می‌کنیم. اینکه گل بخوریم گل نخوریم مهم نیست، اینکه سه امتیاز بگیریم مهمه. در واقع همینطوری هم فشار از رو تیمش و روی مدافعاش برمی‌داره. امروز هم خب الان صحنه‌هایی از بازی رو من دیدم، کل بازی رو که نتونستم ببینم، ولی بازم مثل همیشه دیگه آرسنال برنده میشه. آره، یه چیزی از فرگوسن میگن شما از مربی بزرگ اصلا همشون میگن به فرگوسن میخوره. میگه اگه شما حمله کنی بازی‌ها رو میبریم، ولی اگه دفاع کنی جام‌ها رو میبریم. الان به نظر میرسه که خب چلسی ما خط